این دشمنای وطن در تلاش ای است که ما را خیلی ها ضربه بزنند و تلفات بدن. ما مجبوریم، پلیس باز وظیفه خود می‌دارد که به قیمت جان خود، به قیمت انجام که شیرین‌تر چیز دیگر نیست، به قیمت جان خود از وطنش، از آبرو و عزت وطن، از ننگ ناموسی وطن، از سرحدات وطن، از استقلال وطن، با قیمت خونش، با قیمت جانش دفاع کنم. افتخار بکنم، بنازم این جوانای عزیزی که پیشوی من قرار دارم و اون کسایی که یونیفرم پلیس بدل کردن دست بالا میکنه که ما از وطن خود مردانوار دفاع میکنیم. من حیث یک فرزند مسلمان، من حیث یک فرزندی که با احساس ملی افغانی اسلامی داره، ما از وطن خود، از وجب بکرد خاک وطن خود دفاع کنیم. ما این افتخاراتی که فعلا نصیب مردم افغانستان شده، خداوند نصیب ما کرده، نصیب پلیس کرده، این مفت به دست نآمد. این افتخارات به قیمت خون دهها حتی صدها شهید پلیس به دست آمد. ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک فرزند افغان چی مکلفیت داریم که افتخارات خود حفظ بکنیم، با سر بلند زندگی بکنیم. دوستان گرامی، خیلی پلیس نامش به خدا قسم خوشی میاد، این به خاطر خوشی هیچ کس نمیاد. خیلی افتخار میکنیم که این یونیفرم پلیس بدن ما است، اما او افتخار چه وقت افتخاراتی خواهد بود که ما میگم پلیس که یونیفرم پلیس بدن میکنه باید با دست پاک، یعنی رشوتخور خواهی نباشه، با دست